دیداری روبروی دو رهبر بعد حمله مرگبار به کراکوس یکی از صحبت‌های اساسی در گفتگو. То, что случилось, конечно, это آنچه که رخ داد برای ما کاملا غیر قابل قبول است. این یک ضربه جدی به آبرو، تاریخ، فرهنگ و سنت‌های ملتی ما زد. ما در آینده در این سمت با شما از نزدیک همکاری می‌کنیم. мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте. ولادیمیر پوتین به امامعلی رحمان گفت که خدمات مخصوصی دو طرف برای پیشگیری از تکرار چنین حادثه ها همکاری‌های نزدیک را به راه مانده‌اند. خدمات مخصوصی ما برای مانع شدن به تروریسم فعالانه کار می‌کنند. تروریسم به همه کشورها از جمله هم به روسیه و هم به تاجیکستان تهدید می‌کند. همکاری‌هایشان منظم است. ملاقات در حاشیه تجلیل روز 9 می جشن پیروزی بر آلمان فاشیستی در مسکو صورت گرفت. خبرگزاری خاور گفته است که امامعلی رحمان به پوتین گفته است که ضرور است اداره‌های دو طرف برای رفع مشکلات در عرصه مهاجرت کاری چاره‌های با ثمر بیاندیشند. بازداشت و اخراج مهاجران کاری تاجیک با هر بهانه از روسیه بعد حمله تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس در مسکو زیاد شد و اعتراض حکومت تاجیکستان را به بار آورد. در آن حمله که مقامات انتظامی روسیه کار دست شهروندان تاجیکستان نامیدند، بیشتر از 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.